سلام دوستان، اومدیم با یه توتوریال دیگه از ماینکرافت لجندز. یه بازی استراتژی در مایه های همون ماینکرافت. میخواییم امروز با هم باسه د آنبریکیبل رو بزنیم، باسه میشه گفت سخت‌ترین باسه بازی به جز د گریت هوگ، که با یه سری ترفنده واقعا راحت میشه زدش، خیلی ایزی میشه زد. پس با من همراه باشین تا ببینیم چه شکلی میشه زد این باسو خیلی راحت. خیلی خوب، بازی اجرا شد. یه ذره چست رو باز کنم، میخوام سریع بس یه ذره زغال این ویلیج زغال داشت. با کریپر و پیلیجر 3 سوت میزنیمش. ببینیم چی میشه. تمام، منتظر میشیم پیلیجر هم اسپون بشن. حله. یه ذره این ویلیجر واقعا پیلیجر زیاد میره. میخوام برم از اینم پیلیجر رو بردارم. خداییش نگاه کن، دارن اسپون بشن. میبینی نگاه، واقعا خیلی خوب میره. خب سعی کنین باسا رو سریع بزنین. این باسایی که میان اگر بیسشون رو بزرگتر کنن، واقعا هم باسه هم بیس بزرگ دیگه واقعا نمیشه زدشون. الان یه جورایی میشه گفت بیس کوچیکشونه. عالی، این حجم از پیلیجر کافیه دیگه. حمله فقط دایمن ندارم، بهتر داشته بشه. یه خدا از این نو پیگلین واقعا بدم میاد، از فاصله خیلی دور چیز میندازن، واقعا کلافه کننده. بابا نمیرن حالا اینا در راهه. شاید بعضی وقتا که میدین یه بیسی و اتک بزنین، میگه شما برای این اتک آماده نیستین، اما بهش توجه نکنین. نه اینکه مثلا از اول گیم بریم لارج بیس ها رو بزنین، اما مثلا بعضی وقتا واقعا آماده این برای اینکه بازی طولانی بشه بهتون میگه شما آماده نیستین، که نباید بهش توجه کنین. واقعا خیلی ها میگن توجه میکنن، هی بازی مثلا 49 روز تو بازی میگذرونن، هنوز خیلی از بیس ها رو نزدن. وایسین من اینو بزنم بکشم. الان پیلیجر دارم، خیلی ایزی هر پیگلینی رو میتونم بزنم. پیلیجر رو واقعا گادن، فقط نمیرن چون 2 تا واقعا 2 تاشون نگاه خیلی اتک دمیج بالایی دارن واقعا. تمام، اینجا هم امن شد برای اسپانر اینایی که میخوام بسازم. یه دونه اسپانر کریپر میخوایم برای اینکه بریم دیوارا رو بزنیم، و یه ذره از این استونگال ما ترجیحاً الان استفاده نمیکنم دیگه. استفاده نمیکنم از پیلیجرام هم اینجا بمونن، از خودشون هم میتونن دفاع کنن. فقط نه یه ذره دورتر. من دیوارا رو بشکنم، بعدش بسم الله.
وای Size is not everything, my friend. You know that better than most. Trust in our hero. به خدا پیگلین زیاد واقعا رو اعصابه. حالا خوبه باز اینجا دیوار داره، مرحله به مرحله میریم داخل که حجم واقعا زیادی از پیگلین نیان. میخوایم گیم رو تموم کنیم دیگه، اینو هم اصلا اهمیت نمیدن. اینو میگم برن اونو بزنن تا من برم کلیپر بیارم والها رو بشونم. کافیه همین حجم از کلیپر برای از بین بردن والها. برید بزنید تا من برم به این استون بالا. ما چرا نمیرن سراغ تارگت بعدی؟ میرفتن. حواسم به درجه سختی نبود. کلیپرها ماشاءالله ای آیشون واقعا گاده. بترکی تمام راهمون به داخل باز شد دیگه. اینجا رو بیخیال میشیم میریم سمت داخل. وای 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 چه حجم زیادی از پیگلین در این لحظه ملکوتی. میریم پیلیجرها رو یه ذره‌شون رو میاریم. یه ذره‌تون بیاین، همتون نیاین. نه یه ذره بیشتر آخر. همتون نه. همین حجم میبریم دیگه. فوقش باید دوباره برم پیلیجر بیارم، کاریش نمیشه کرد. به جای اینکه بریم قدم به قدم بزنیم مستقیم میخوام برم سراغ باس. اسپیدران میخوام بکنم. اسپیدران یعنی میخوایم بکنیم یا ابوالفضل. نگاه پیلیجر واقعا قدرت داره. نام این حجم از پیگلین رو خیلی ایزی سسوت زد. چرا اتک نمیذارن به دره؟ هان بیاین بزنید. بعد خودم برم. فعلا خداحافظ. وای واسه من الان هر سه تا باسو زدم. واسه دوتا باس هم براتون آپلود میکنم. البته اون باس سوار بر اسبه یا همون د20 بعداً براتون آپلود میشه، چون یادم رفت بزنم متاسفانه. اینو تو اون سری بعدی سری از نوش میکنم. اینجایی همونی به همین آسونی میدونیم که 98. آتیش نزن. تمام پیلیجران مردن.
اینم بگم که به نظر من تنها راهی که میشه این بات زد یا پیلیجر یا کریپر. تا اینو دارن میزنن من برم. چند دقیقه شد؟ 9 دقیقه. خوبه. حجم بسیار زیادی از کریپر بیارم. این هنوز درگیره هنوز درگیره با پیلیجرها و پیتلینای من. من اچپیم پرشه بتونم رد شم. به نظرم نزن از این بولوار. نزن، به خدا من اچپی ندارم. نزنید. هیچ نیروی برام نبود. حالا که اینا جمع شدن اینجا من خودم سریع جیم شم. بریم از همین ویلیجه که پیگلین زیاد داشت یه ذره پیگلین بیاریم. میبینیم که بیشتر از من از پیلیجر استفاده میکنم. اصلا میبینیم که از آرمیم استفاده نمی کنم، از نیروهایی که میشه اسپان کرد و اینا. واقعا پیلیجرها خیلی بادن. خب دیگه بریم بزنیم تموم شه. Nothing in the nether could resist this monster, but you can. تمامه دیگه. فکر کنم یه ایشالله نمیخواد برم دیگه بیارم، چون واقعا وای نه تابل ساخت خوبه. تابلش هم زدم، هرچی میسازه میزنم. وای بیل کرد دوباره از این اسپانر رو. بیل کرد خودش رفت بالاش. اینه که بده. وای اشپی ندارم. نه اینجاست که اسکلتون به داده آدم میرسه. کی داره میزنه؟ خوب یه ذره کریپر برای دیستروی کردن از اینا، یه ذره کابلستون گالم برای دیستروی کردن خود اون بیلدینگی که ساخت، یه ذره هم اسکلتون برای این که از اون بالا بزنه پشتیبانی برسونه. 15%. بزنیدش. ما کیوبم افورد 98 کل دارم. 321 لپیس کاملا برای اتک کافیه.
از اینو میبرم برای ضربه زدن و از اینو به عنوان ضربه گیر، به عنوان تومه جلوی استفاده میکنم که اون بره جلو ضربه رو بگیره. هرچی در اینجا میخواد به اینا بزنه که اچ پیشون زیاده. این کلیپرها هم میرن منفجر میشن، اچ پیشو کم میکنم. دیگه فکر کنم دیگه نخواد برم چیزی بیارم. تمومه تموم بود. تمومه بزنیدش دیگه. حله فکر کنم تمام. حله. خب این انیمیشنش هم میبینیم دیگه. دیگه امیدوارم لذت برده باشین از این قسمت. توی قسمت بعدی هم میریم اینو نجات میدیم. این حرف دیگه نمیمونه تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.